زنجان، توزیع تراکت در حمایت از رسول بداغی، علی نجاتی و پیگیری قتل شاهرخ زمانی. امروز 16 مهر ماه فعالین کمیته اقدام کارگری، کانون کارگران متحد اقدام به توزیع تراکت‌هایی در حمایت از فعالین کارگری و معلمین دربند در شهر زنجان نمودند. امروز در استان‌های مختلف سراسر ایران تجمعات گسترده معلمین با وجود احضارها و فشارهای وزارت اطلاعات برگزار شد. در پوسترهای توزیع شده رسول بداغی، معلم مبارز دربند که پس از اتمام 6 سال محکومیت در روز 13 مرداد 94 در کمال ناباوری به 3 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد، به عنوان نماد مبارزات معلمین مورد دفاع قرار گرفته بود. طی روزهای گذشته فشار بر دیگر فعالین کارگری در قالب یورش به منزل، بازجویی، تهدید، احضار و نظایر آن در شهرهای مختلف شدت گرفته است. به عنوان مثال علی فائزپور از فعالین چپ تبریز که در مراسم وداع با شاهرخ زمانی شرکت کرده بود، روز شنبه 11 مهر ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهر به هنگام خروج از منزل دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. تقریباً 20 روز پیش علی نجاتی از فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و نهایتاً دیروز 15 مهر ماه خانواده نجاتی موفق به ملاقات با او در زندان کارون اهواز شدند. علی نجاتی 2 روز قبل به دلیل درد در ناحیه قفسه سینه به بهداری زندان منتقل شد و با توجه به معاینات پزشک بهداری زندان دچار نوسان در فشار خون است. علی نجاتی نیز از جمله چهره‌هایی است که به شکل سمبولیک در فعالیت‌های امروز برجسته شده بود. همچنین فعالین کمیته اقدام و کانون کارگران متحد در ادامه فعالیت‌های پیشین خود به دنبال قتل شاهرخ زمانی، کارگر انقلابی سوسیالیست، در روز 22 شهریور ماه سال جاری در زندان رجایی شهر برای خنثی کردن تلاش‌های رژیم در جهت به حاشیه راندن پرونده این قتل و برای برجسته کردن اهمیت تشدید کارزارهای دفاعی در حمایت از سایر زندانیان سیاسی در تراکت‌های توزیع شده شعارهایی را نظیر شاهرخ زمانی را از ما گرفتند، صدای دیگر زندانیان سیاسی باشیم و همینطور پیگیری قتل شاهرخ زمانی را به مطالبه جنبش کارگری تبدیل کنیم مطرح کرده بودند. شاهرخ زمانی تا پیش از قتل خود لحظه به لحظه اعتراضات کارگری و معلمان را با جدیت و حرارت دنبال و از آن پشتیبانی می کرد. شاهرخ زمانی که زندان را هم به ستاد سازماندهی تبدیل کرده بود، به خوبی و عمیقاً این را میدید که فاصله بین مبارزه صنفی و سیاسی کارگران به خصوص در ایران وجود ندارد و کارگران برای هر مطالبه‌ای به هر نوع اعتراضی دست میزنند و بسیار زود مبارزه بعد سیاسی به خود میگیرد. در نتیجه مطالبات اقتصادی و صنفی نیز خود به خود به مطالبات سیاسی تبدیل می‌گردند. پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهردشت به کارگران بافق در تاریخ 12/6/1393. با در نظر داشتن این هسته مرکزی دیدگاه شاهرخ، نقل قولی از رفیق مازیار رازی از اعضای کمیته اقدام کارگری و کسی که در مناظره BBC حول لنین و لنینیسم شرکت کرده بود و رفیق شاهرخ پیگیرانه بازخوردهای آن را انتظار می‌کشید و افسوس که دیگر چنین فرصتی را نیافت، در تراکت‌های توزیع شده آمده بود با این مضمون که در عصر گندیدگی سرمایه‌داری تحقق کمترین خواست دموکراتیک و صنفی نیز از مدار سرنگونی دولت سرمایه‌داری می‌گذرد. درست به دلیل همین فراروی اعتراضات از اهداف اولیه تعیین شده آن به دلیل شرایط عینی بود که شاهرخ
ضرورت حزب انقلابی کارگری و در جا نزدن در فعالیت‌های صنفی محض را برای هدایت اعتراضات به سوی سرنگونی دولت سرمایه‌داری تشخیص میداد. در نتیجه تمرکز اخص او به عنوان یک سوسیالیست انقلابی بر حوزه تدارک حزب انقلابی برای سرنگونی دولت سرمایه‌داری قرار داشت و این همان میراثی است که کمیته اقدام کارگری و رفقای درگیر در آن ادامه می‌دهند. 16 مهر 1394